من امروز به هوش مصنوعی گفتم تا با ترشک بهم یه ترکیب بگه و گفت ترشک و سس مایونز و چیپس رو با هم دیگه قاطی کن. بریم امتحانش کنیم. یک دونه چیپس، میخوام یه حالت ساندویچی بشه. ترشک، خب حالا بریم برای سس مایونز. زیاد نمیخوام سس مایونز بریزم. خب و چیپس، بریم امتحانش کنیم. یه مزه خوب داشت، میارزید، ولی سس مایونز رو نمیریختیم بهتر بود.